We're having direct talks with Iran. سلام. بعضیا صحبت آقای ترامپ که میگه We are having direct talks with Iran ترجمه میکنن ما داریم صحبت مستقیم میکنیم با ایران. این غلطه. ترجمه صحبت آقای ترامپ میشه ما تصمیم داریم صحبت مستقیم کنیم با ایران. بعضی میگن خب این جمله ترجمهش چی میشه؟ We are going to have direct talks with Iran. ترجمهش میشه ما تصمیم داریم صحبت مستقیم کنیم با ایران. ببینیم معنیشون یکیه. جمله آقای ترامپ مفهومش اینه که قبلا سازماندهی و توافق شده، ولی جمله We are going to have direct talks with Iran مفهومش اینه که قبلا نه سازماندهی شده نه توافق. عزیزان حالا من اول فرمول آینده تصمیمی رو بهتون میگم، بعد کاربرد بیشتر اونه. فرمول آینده تصمیمی از سمت چپ فاعل علاوه I'm going to is going to are going to علاوه قسمت اول فعل علاوه مفعول علاوه قید حالت علاوه قید مکان علاوه قید زمان. عزیزان دو کاربرد آینده تصمیمی داره. یکی پیشبینی هایی که بر اساس شواهد کنونی باشند. مثلا The storm is going to get much worse tomorrow. فردا طوفان میخواد خیلی بدتر بشه. این بر اساس چیه؟ بر اساس شواهده. شواهد چیه؟ عکسای ماهواره‌ایه. از عکسای ماهواره‌ای ما میفهمیم این طوفان میخواد بدتر بشه. کاربرد دومش عملی که نه از قبل توافق شده نه سازماندهی. مثلا The team is going to get more underwater exploration in the next 2 or 3 years. یعنی تیم تصمیم داره اکتشافات زیرآبی بیشتری انجام بده در 2-3 سال آینده. ببینید تیم تصمیم داره، نه سازماندهی شده این عمل نه توافق، فقط تصمیم داره. حالا عزیزان من فرمول حال استمراری رو بهتون میگم. از سمت چپ فرمول حال استمراری اول فاعل به علاوه am is are علاوه قسمت اول فعل علاوه ing علاوه مفعول قید حالت مکان زمان. یه مثال براتون میزنم. We are studying English. 3 طریق معنی میشه. 1 ما داریم انگلیسی مطالعه میکنیم. 2 ما در حال انگلیسی مطالعه کردن هستیم. 3 ما مشغول انگلیسی مطالعه کردن هستیم. خب دقت کنید عزیزان بعضی وقتها این حال استمراری معنی تصمیم داشتن میده، مثل جمله آقای ترامپ. اگر همچین موردی رو دیدین بدونین این عمل قبلا توافق و سازماندهی شده. حالا آینده ساده کاربردش چیه؟ اول فرمولش از سمت چپ دقت کنید. فاعل علاوه will یا shall علاوه قسمت اول فعل علاوه مفعول قید حالت مکان زمان. زمان آینده برای پیشبینی های استفاده میشه که بر اساس افکار و عقاید ما باشه. مثلا I believe that people will do more to help the environment in future. یعنی من معتقدم که مردم کارهای بیشتری خواهند کرد در آینده که کمک کنن به محیط زیست. همینطوری که میبینیم این جمله
بر اساس چیه؟ افکار ما هست. یعنی ما اینجوری فکر میکنیم، عقیده ما اینجوریه. موفق باشید.